مرکز مطبوعات کمیته آلودهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات بخشان این نهاد جسد یک نورس غرق شده را از کول کمسوال شهر نورک بیرون آوردند. بنا به اطلاع این نهاد نیمه دوم روز 18 یونیو سال 2024 ساعت 17:40 به قسم نوبتداری خدمات نجات‌دهی مستقر در شهر نورک ولایت قتلان زنگ زده خبر دادند که در کول کمسوال شهر نورک یک نورس غرق شده است. نجات بخشان به جای حادثه رسیده معلوم کردند که یک ساکن 16 ساله جماعت به نام اسمت شریف نویه دنغره که همراه اهل خانواده‌اش برای استراحت آمده بود هنگام بازی از بی‌احتیاطی غرق شده است. نجات بخشان همراه با غواصان نیروگاه نورک در نتیجه کارهای جستجویی ساعت 19:10 جسد نورس را پیدا کرده به کارمندان ملیت سپردند. قبلا مرکز مطبوعات کمیته آلودهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده بود که در روزهای آخر در تاجیکستان 3 کودک در آب غرق شدند. خردترین آنها اگر عمر وفایش میکرد ماه نوامبر سال جاری 2 ساله میشد. چنانچه 16 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 13:30 یک ساکن 10 ساله دهه خودگیف جماعت دیوت ایوان تاجیک نویه کوهستان مشهور ولایت سوخت هنگام آببازی در کانال آبیاری دهه منتوباد نویه ظفرآباد غرق شد. حادثه دوم نیز در نویه ظفرآباد ولایت سوخت رخ داد. 16 یونیو سال 2024 ساعت 17:40 یک ساکن 15 ساله خوجگی دیخونی به نام فردوسی دهه آبردان نویه مشچا هنگام آببازی در کانال تاجیکستان غرق شد. پس از گرفتن معلومات نجات دهندگان ریاست کمیته آلودهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت به جای حادثه سفربر کرده شدند. ساعت 19:10 جسد نورس را پیدا کرده به مقامات سپردند. حادثه سوم در نویه لخش به قید گرفته شده است. فاجعه صبح بر وقت 7 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 05:00 رخ داده است. ساکن 2 ساله دهه بلخک جماعت دهات نورافشان نویه لخش به جویباری که از پس خانه میگذرد افتیده غرق شده است. کمیته آلودهای فوق‌العاده گفت سبب اصلی به وقوع آمدن فاجعه ها آببازی در جایهای ممنوع، رعایت کردن یا ندانستن قاعده‌های شناوری و بی‌نظارتی والدین میباشد. کمیته آلودهای فوق‌العاده از شهروندان خواسته است که قاعده‌های بی خطری را در لب آب قطعاً رعایت کنند. بنا به آمار رسمی کمیته آلودهای فوق‌العاده طی سال 2023 در آبهای تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نورس تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس تا سن 16 غرق شده بود. هرچند موسم آببازی امسال تنها در حال اوج گرفتن است، الکی درباره غرق شدن دست کم 67 نفر در کل و دریا و کانال‌های تاجیکستان گزارش شده است. 32 نفر از این غرق شدگان متاسفانه کودکان و نورسان تا سن 16 سالند. همچنین در پایان هفته گذشته طور خبر دادیم 5 فرزند مهاجران تاجیک در شمال قزاقستان و شهرهای اوفا و مگنیتگورسک روسیه هنگام آببازی غرق شدند.